سلام خدمت عزیزان دلم. با یک کیف اومدم در خدمتتون. این کیف الان برند دولچه گاباناست که خیلی هم مد شده. حالا یه مدل بافت دیگه هم به غیر از این من بهتون توضیح میدم در پایان کار. ببینید 62 تا زنجیره، یه دونه دیگه زنجیره میزنیم، 62 تا پای کوتاه میزنیم. بعد حالا مدل بافتش هستش، بگردید پیدا میکنید. من اینو بافتم به غیر از دو رج کف 12 رج، 2 4 6 8 10 12 رج بافتم. ببین مشکلی که بچه ها دارن اکثرا اینه که تعداد اینا تو رج ها متفاوت در میاد. اینم به خاطر اینجای کار میشه. بچه ها نگاه کنید، الان من خودم یه دونه اینجا اشتباه کردم، به جای یه پایه یه زنجیره 2 تا زنجیره زدم، ولی خب چون خودم میدونستم اینجا رو دیگه اضافه نکردم که اشتباه بشه. الان اونورم عین همین میگفتم، یه دونه انقدر توی کار چیز نیست. بعد ببینید من برای اینکه این کار اینجاش تمیزتر در بیاد دو طرف رو لبه گذاشتم و من 3 رج برای کجی بغل کار بافتم. برای دسته من 3 تا هشته پفکی گذاشتم. رج بعد 2.5، رج بعد 2 تا پفکی، رج بعد 1.5 و از این بعد 1. کلن از این رج 2 4 5 رج. من 5 رج دیگه یه دونه پفکی میبافم که بشه 10 رج. خب یه چیزی که داریم، ببینید این رج وقتی میخوایم پای کوتاه بزنیم میشه 8 تا، بعدی میشه 7 تا، بعدی میشه 6 تا و بعدی ها که یه پفکیه 5 تا 5 تاه. خب این از این کناره کارم برای اینکه این بر که پای بلند میخوره، این برای اینکه شروع کنم من به جای 2 تا زنجیره 3 تا زنجیره سفت زدم. خب به خاطر اینکه اگه 2 تا بزنم این برای که پای بلند میزنم این بر بلند میشه، این و حالت اینطوری کار خودش کج میکنه. درست ما میخوایم تو دست بگیریم کج بشه، ولی اینطوری قشنگ نیست به نظر من. یعنی کار نباید با کشیدن درست بشه. خب اینم که وسط کارمون بود که 7 سانت تقریبا میشه. اینجا رو ما اگه حساب کنیم 7 سانت 2 تا پفکی این برتر نزدیک پفکی سوم اینجا از اینجا میفته. خب ببافمش این تمام بشه. یک کیف دیگه هم هست، من اینو از قصد اینجا 3 تا پفک گذاشتم چون این کار وقتی میخوام جمع کنم این حالت میشه. خب بعد جمع کردنش من بند چرمی نمیزنم، میخوام بند ببافم براش با همین نخ. براتون توضیح بدم یه چیز دیگه که هست، ما میتونستیم اینو تا همینجا بیایم اینجا رو هی نصف کم بکنیم تا بره بالا اینطوری باریک بشه. خب بعد به بغلی ببافیم، اونم یه کار خیلی شکیل و قشنگی در میاد. من چون نخم زیادتره اضافه نخم میخوام یه کیف کوچیک ببافم، به خاطر همین دیگه این کارو نکردم. اگه سوالی بود در خدمتم، موفق باشید. وصل کردنش هم فیلم میذارم. خدا نگهدار.